داستانهای شخمی. این قسمت شرگوز و چیسن. خب بالاخره به صحنه قتل رسیدیم، مگه نه جناب آقای چیسن؟ بله 100%. بنده در کنارم بزرگترین کارگاه جهان به نام شرگوز را دارم. شرگوز؟ داری شوخی میکنی درسته؟ من چه شوخی با شما دارم جناب آقای لکسن؟ بگذاریم اینجا ما یه قتلی رو، اما این قتل چگونه رخ داده؟ دلیلش چی بوده است؟ از کجا این قاتل ورود کرده است؟ این الان داشت کام کنه؟ ایشون در حال مونولوگ کردن هستن. آخه برای چه گفتی؟ بذار برادر کندکاری کنه رفیق، گرچه عجیب به نظر می آید اما به جواب سوال خواهد رسید. خب بگذاریم، بهتره به این قتل رسیدگی بکنید. اما چگونه این قاتل این شخص رو به قتل رسانده؟ آیا دلیلش سم بوده یا شاید بمب؟ دلش این چاقوی به این بزرگی که رفته تو کمر یارو رو نمیبینی تو؟ به نظر میاد این قاتل کودکی در مدرسه فرانویسکا لامته به تحصیل پرداخته و همینطور بعد از آن به کلاس نموتو برای یادگیری زبان چینی میره. چرا من از بچگی یارو از فسرینم، تو این از کجا میدونی؟ بهتره دهن تو ببندی یا همینجا منتظر وایسی؟ جواب نهایی به اطلاع رسانی خواهد شد. خب من چرا رفتم کارش شدم آخر؟ قربان، بنده درخواست کمک این شخص به قدر رسیده که اینجا نمیشه رو پیدا کردم. پدر مادر این شخص در مدرسه علماء تحصیل کردن و همینطور این شخص قاتل در سن 13 سالگی دقیقاً در ساعت 7:38 صبح در سالن اجتماعات ملاقات. تو هم شروع کردی؟ من فهمیدم که قاتل دستشوی مدرسه خودش کودک‌های فراوانی. A few minutes later. قربان، شخص به قدر رسیده رسما کارت شناسایی قاتل رو اینجا گذاشته. هنوز داریم مونولوگ میکنی آره؟ و همینطور به نظر میرسیده که ایشون در ساعت 8:05 صبح هفته قبل در رستوران یارا با ماشین خودشون قرار گذاشتند. من امروز صبحانه با پنیر خوردم و همینطور نان سنگک در کنارش و یک مقدار چای شیرین و همینطور به نظر میرسد که قاتل هم همینطور. قربان، بنده محل زندگی و آی پی اینترنت این قاتل رو پیدا کردم. حالا به نظر میرسید یه شخصی به قدر رسیده اینا رو اینجا گذاشته. من چرا دارم با شما حرف میزنم اصلا؟ من بذار زنگ بزنم به سرهنگ بگم. قربان، قاتل پیدا شد. چقدر عالی سر بود. مطمئنم کاراگاه کار بسیار بی‌نظیری انجام داده. آفرین بر کاراگاه. آره خیلی. نیروها رو میفرستم، تو هم اونجا باش. بعد از 1 ساعت. خب برگشتیم به این صحنه قتل. کارا تمام شد. بذار این تمیزکارا رو بفرستم اینجا رو درست بکنن. به نظر میاد قاتل دیشب در برنامه تلویزیونی ماه نه چندان از سال حضور داشته. من پدرم را در سال 2011 از دست دادم. آیا ممکن است این ربطی به این قضیه داشته باشه؟ قربان؟ سلام سرگرد، چه اتفاقی افتاده؟ قربان، من نمیخوام از کارم استعفا بدم. گرفتی چی میگم نی؟ بله، بذار یه بار دیگه بگم، من از کارم استعفا میدم. بله. گفتی چه گویی میخوای بخوری؟ آقای چیسن، بالاخره پیدا کردم که قاتل با چاقو شخص به قتل رسیده رو به قتل رسونده. فکر نکنم.